خدمت در صف قواهای مسلح برای جوانان مکتب جوانمردی است که در آن روحیه وطندوستی، صداقت به ملت و احترام ارزش‌های دولتی تشکل می‌یابد. جوانان کشور امروز دستگیری و غمخوری‌های دائمی دولت و حکومت مملکت را نسبت به قواهای مسلح، خدمتچیان حربی و فراهم آوردن بهترین شرایط‌های خدمتی و معیشی در قسم‌های نظامی با قناعتمندی درک نموده، برای به خدمت حربی رفتن سری وقت به کمیسیه‌های دولتی دعوت حاضر می‌شوند. باعث افتخار و سرفرازی است که همه ساله در سرتاسر کشور عزیزمان علل خصوص ولایت ختلان مژده از اجرایش دعوت جوانان به صف قواهای مسلح کشور پیش از مهلت انجام شنیده می شود. در واقع این مژده هر یک ساکن کشور علل خصوص ساکن ولایت را سرفراز می گرداند، خوشحال می گرداند. خوشحال از آنه که در واقع امروز جوانان ما جوانان وطن دوستند، جوانان ما جوانان حس مسئولیت بلند در اجرای قرض فرزندی خیش در نزد وطن مادر دارند. ببینید که امروز جوانان ما با یک روحیه بلند از وطن و وطنداری و افتخار از غرور ملی، یعنی تاجیک بودن خیش، جوانان ما بعد از ختم تحصیلات مؤسسه‌های میانه کسبی و دانشگاه‌های عالی مملکت به صف قواهای مسلح کشور می پیوندند و قرض فرزندی خیش را با سربلندی اجرا میکنند. بار چهارم است که جوانان دلاور و غیور اختیاراً به صف ارتش ملی پیوسته نقشه دعوت در ولایت ختلان در روزهای اول تامین می‌گردد. این تشبث در سالهای استقلال دولتی در ولایت ختلان پدیده بی‌نظیر به حساب می‌رود. این مژده نیک است که طی سالهای اخیر دعوت جوانان به صف قوای مسلح جمهوری پاکستان پیش از مهلت در ولایت ختلان به انجام می‌رسد. این شهادت از آن می‌دهد که امروز مقامات دولتی ولایت ختلان و ساختارهایی که وابسته به تربیت و تندرستی شهروندان کار و فعالیت می‌نماید، امروز همون گونه چهاربینی‌هایی که میان جوانان سین دعوتی اصول خانه به خانه و چهاربینی‌های حربی ورزشی در بین قسم‌های حربی و جوانان سین دعوتی و آزمون سربازی سعودی سربازی وطن، چهاربینی کاروان دیدار که از ولایت ختلان به دیگر قسم‌های نظامی حدودی ولایت که گرنیزان سوخت و بدخشان دیدن کردند. این عامل‌ها توانست که حس بلندی و تندرستی جوانان را بیدار نماید. واقعا با دستگیری و خدمت‌های پیوسته راهبریت عالی مملکت امروز در تمام جزء و تام‌های قواهای مسلح کشور شرایط و امکانات‌های خوب فراهم آورده شده است. امروز سربازان و افسران شجاع وطن با دلیری و مردانگی و افتخار از وطن آزاد و صاحب استقلال خود برای حفظ مرز و بوم وطن صادقانه ادای خدمت می‌نمایند. خوشبختی دیگری جوانان محبوب کشور ما در آن است که امروز اونا برای وطن خیش خدمت میکنند. این وطنی که در دامان خیش این جوانان را پرورش نمود، بزرگ نمود و امروز قرض هر یک فرزند این دیار است که برای این وطن محبوب خدمت کرده باشد. این وطن واقعا هم برای ما محبوب است، ارزشمند است و ما هر قابلیتی که در خود داشته باشیم بهر شکوفایی این وطن محبوب خدمت انجام دهیم. من فکر میکنم که این بازم کم است و خوشبختانه زیاد گردیدن همین جوانان اختیاری به صف قواهای مسلح کشورمان شهادت بیداری و زیرکی سیاسی این جوانان است که در به صف قواهای مسلح کشور می پیوندند و سربلندانه و با غرور تاجیکانه خدمت مادر وطن را به انجام می رسانند. ارتش ملی نه تنها قدرت حربی بلکه رمز وحدت و افتخار ملی است. حکومت کشور بهر مستحکم نمودن قابلیت مدافعی کشور، بلند برداشتن سطح آمادگی حربی، بهتر گردانیدن شرایط مادی و تکنیکی و وضع اجتماعی خدمتچیان حربی پیوسته تدبیرهای سری وقتی می‌اندیشد. شرایط مساعد فراهم آورده دولت و حکومت برای خدمت حربی امکان می‌دهد که سربازان در وقت‌های فارغ از مشق و تمرین به لحظه‌های تفریح و خوشحالی مشغول شده سطح معنویات خود را نیز بلند بردارند. وقتی که خدمت را انجام می‌دهند با یک سرفرازی و سربلندی به همون ناحیه و جماعت خیش برمیگردند و ببینید که چگونه از جانب ناحیه، شهر، جماعت و دهات خیش با یک شکوه و شهامت خاصه جوانان غیور وطن را پیشواز میگیرند و این گونه پیشوازگیری واقعا هم اون جوانان ارزندند که باید در یک روحیه
خیلی والا از اونها استقبال کرده شود. والدان و دیگر خویشاوندان نزدیک سربازان با استفاده از امکانات‌های فراهم شده به قسم‌های حربی رفته از احوال فرزندان و نزدیکان خود باخبر شوند. آن مادرانی که هر لحظه از قسم‌های نظامی که فرزند آنها در خدمت می‌نماید دیدن می‌کنند، از شرط و شرایط قسم‌های نظامی با خبر می‌شود و خوشحال از آن است که این گونه شرط و شرایط در قسم‌های نظامی گارنیزون خطلون یا دیگر گارنیزون‌های بدخشان و سوخت و نقطه مرکز مهیا کرده شده است که این گونه چاره‌بینی‌ها و این گونه عامل‌ها علاقه تربیت درستی پدر و مادر به فرزند را شهادت می‌دهد که این باعث افتخار است که امروز پدر و مادران ما یا پدر و مادران با یک حس بلند وطن دوستی فرزند خود را تربیت نموده به صف ارتش روان میکنند تا اینکه برای حمایت مرز بومی وطن و برای قرض وطنداری خود را در نزد وطن ادا نمودند. خوشبختانه جوانان ما کوشش میکنند که فعالانه در انجام دادن خدمت به وطن مادر تشبث بگیرند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان بارها تاکید نمودند که برای رشد همه‌جانبه قواهای مسلح مملکت باید جوانان وطن مخصوصا افسران و سربازان را در روحیه وطن دوستی و وطن پروری، خودشناسی و خودآگاهی تربیت نموده برای آنها شرایط خوب خدمت را مهیا کردن ضرور است.